فیلم اکت آف والر یا عمل شجاعت محصول 2012 در ژانر جنگی آمریکایی با بازی واقعی سربازان نیروی دریاییه. خلاصه داستان، شجاعت یک گروه نیروهای دریایی رو نشان می‌دهد که برای نجات دادن یک گروگان حاضر مأموریت خطرناکی می‌شوند و در این مأموریت متوجه می‌شوند که قرار است حمله تروریستی به آمریکا صورت گیرد. ادامه را در فیلم ببینید. اگر به دنبال یک فیلم با سکانس‌های جنگی و هیجان‌انگیز هستید، این فیلم برای شماست. همانطور که دیدید فیلم نمرات پایینی دارد، پس ارزش سینمایی بالایی نداره و مناسب سرگرمی برای آخر هفته است. فیلم امریکن اسنایپر یا تکتیرانداز آمریکایی محصول 2014 آمریکا در ژانر زندگی نامه و جنگی می باشد با بازی برادلی کوپر. این فیلم جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های جنگی تاریخ سینماست و نامزد 6 جایزه اسکار شده. داستان این فیلم بر اساس واقعیت میباشد که درباره کریس کایل مرگبارترین تکتیرانداز تاریخ نظامی آمریکا میباشد. این فیلم رو با این نمرات بالا حتما تماشا کنید، مخصوصا که کارگردانش کلینت ایستووده. لون سوروایور یا تنها بازمانده فیلمی در ژانر جنگی محصول 2007 آمریکاست. در این فیلم بازیگرانی همطور مارک والبرگ و تیلور کیچ ایفای نقش میکنند. پس از شکست عملیات بالهای سرخ 4 عضو نیروهای ویژه عازم یک مأموریت خطرناک و حساس میشوند. در این مأموریت آنها باید یک تروریست طالبان را پیدا کنند، ولی تجهیزات رادیویی آنها دچار مشکل می‌شود.